یه فرصتی پیدا شد که دور هم جمع شیم و در مورد این موضوع چالشی، یک موضوعی که میشه واقعا از زوایای مختلفش نگاه کرد، حرف بزنیم و تبادل نظر کنیم، سوال مطرح کنیم، براش احتمالاً پاسخهایی داشته باشیم. شاید هم پاسخ ما خیلی دقیق نباشن، اما به هر حال با این حرف زدن و این اشتراک تجربه امیدوارم که بتونیم یک زاویه نگاه وسیع‌تری نسبت به همین موضوع بحثمون پیدا کنیم. خب همونطور که میدونین من تو خودم معرفی کنم، روح‌الله دلپاک هستم و به نمایندگی از انجمن دیدی این جلسه رو برگزار میکنیم. انجمن دیدی رو من دوست دارم یه خیلی مختصر معرفی کنم برای دوستانی که شاید احتمالاً اولین بار توی جمع ما حاضر میشن. انجمن دیدی میشه گفت از سال 98 فعالیت خودش شروع کرد. به طور خلاصه هم هدف ما این بوده که رویکردهایی رو که یکی از دوستان میکروفونش باز، اگر لطفاً ببندن ممنون میشم. در مورد انجمن دیدی خب به طور کلی رویکرد هدف ما این بوده که اون در واقع مباحثی رو که فکر میکنیم به درد بچه‌های مهندسی نرم افزار ایران میخوره رو ترویجشون کنیم، اونها رو در واقع فضایی هم فراهم کنیم که بچه‌ها دور هم جمع بشن و در مورد موضوعات با هم دیگه صحبت کنن و اشتراک تجربه داشته باشن. توی کانال‌های ما حالا به هر شبکه اجتماعی که داریم میتونین کارایی که کردیم رو ببینید و بیشتر باهاش آشنا بشین. خب امروز هم جمع شدیم دور هم دیگه در رابطه با یکی از موضوعاتی که فکر می‌کنم دیگه کمتر شرکتی باشه یا کمتر تیمی باشه، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، که به نحوی درگیرش نبوده، مخصوصا اونایی که به هر حال درگیر توسعه اپلیکیشن سازمانی هستن. موضوع معماری و معماری به خصوص معماری مایکروسرویس خب فکر می‌کنم دیگه بر سر زبان‌ها افتاده و همه جا صحبت میشه. ما هم فکر کردیم که بد نباشه این بار با یه زاویه نگاه دیگه به این مبحث ورود کنیم و یکی از مقالاتی رو که یک نگاه انتقادی به این معماری داره و سعی کرده روی عیوب این معماری دست بذاره و بعد براش راه حل ارائه بده رو مبنای این گفتگو قرار بدیم و دور هم جمع بشیم اون رو مرور کنیم. باز هم میکروفون که از دوستان بازه، اگر خواهش همینه که بچه‌ها کنترل کنن و میکروفون‌ها رو ببندن ممنون میشم. خب هنوز میکروفون بازه ولی ما ادامه میدیم. امروز قراره این کاری بکنیم، چه کار بکنیم؟ قراره در مورد خود بنیاد HCM یکم صحبت کنیم، معرفیش کنیم، در مورد نویسندگان این مقاله یکم اطلاعات کسب کنیم و بعدش بریم خود اون مقاله رو ریویو کنیم به مدت تقریبا حدود 1 ساعت و نهایتاً نیم ساعت آخر هم به گفتگو در رابطه با نکاتی که به نظرمون میرسه مهم بوده و یادش گرفتیم بپردازیم. این نکته هم من بگم که ما راستش اولین بار داریم این فرمت همخوانی مقاله رو اجرا میکنیم، یعنی تا حالا این من خودم شخصا اولین بارم تو انجمنمون تا حالا این کار نکردیم که یک مقاله رو بزنیم وسط و با هم دیگه بخونیمش. احتمالا نواقصی داشته باشه، امیدوارم که نواقصش رو به ما بگید حتما تو گروه انجمن و کمک کنین که بهترش کنیم. به هر حال این فرمتیه که اولین بار داریم اجراش میکنیم. ممنون از شما. خب بریم سراغ خود HCM به عنوان یک انجمن به هر حال شناخته شده و قدیمی ترین انجمن حوزه مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر هستش که از سال 1947 الان 77 سال از در واقع شروع فعالیتش میگذره. بیش از 110,000 عضو داره و 180 نمایندگی یا گروه‌های فعال در کشورهای مختلف داره که به هر حال سازماندهی میکنن رویدادهای مختلف مربوط به این انجمن رو، فعالیت‌هاش رو. 38 تا کارگروه اختصاصی از حوزه‌های مربوط مثلا به اخلاق در حوزه محاسبات و علوم رایانه گرفته تا مثلا کوانتوم کامپیوتینگ رو در بر میگیره. بیش از 50 تا جورنال رو مدیریت و منتشر میکنه و یکی از غنی‌ترین لایبرری‌های دیجیتال مرتبط با حوزه علوم کامپیوتر و یا مهندسی نرم افزار رو
که ACM دیجیتال لایبرری هستش رو خب داره. کانفرانس های متعددی رو برگزار میکنه با موضوعات بسیار متنوعی. من پیشنهاد میکنم واقعا دوستان که احیانا علاقه مندم به این مباحث برم و ببینم و با حداقل عناوین این کنفرانس ها و جوایز بسیار معتبری رو هم به فعالینی که به هر حال کارهای شاخصی تو این حوزه انجام بدن رو اهدا میکنه، مثل جایزه تورینگ و پارتنرش هم IEEE کامپیوتر سوسایتی هستش که خب فکر میکنم بشناسیم. به هر حال این یک بریف خیلی مختصر از ACM. در مورد کنفرانس های ACM هم اینو بگم که مثلا توی یکی از کنفرانس هاش حدود 30,000 پیپر ارسال شده بوده ولی تنها فقط 17% اکسپت میشه و میخوام بگم که به هر حال یکی از بنیادهای معتبر شناخته شده این حوزه هست. خب خود دیجیتال لایبرری هم که ما اون مقاله رو ازش انتخاب کردیم، عرض کردم دیگه در واقع یک بانک عظیمی از مقالات و حالا نشریات و اینا هستش که از این شماره جوان 2023 ما این مقاله رو انتخاب کردیم. مقاله 6 ماه پیش 7 ماه پیش منتشر شده و بریم ببینیم که چه خبره. در مورد این شماره مقاله این نکته میخوام جالب بگم، شاید توجهتون رو بیشتر جلب کرد به موضوع این که از بین همه مقالاتی که توی این شماره منتشر شده، اگر ویو های مقالات دیگر رو ببینید مثلا تو اوردر 100 تا 200 تا ویو خورده، اما این مقاله خاص 14,600 تا ویو خورده که اختلاف چشمگیری با بقیه مقالاتی داره که توی این شماره از نشرشون منتشر شده. خوشبختانه اوپن اکسس این مقاله، چون بعضی از مقالات ACM به هر حال با سابسکریپشن قابل دسترس هستش، ولی این مقاله خوبه که اوپن اکسسه. خب یکی از نویسندگان کلیدی مقاله خب 7 نفر نوشته، همشون تیم از بچهای گوگل هن و جزو به هر حال مهندسین ارشد عالی رتبه گوگل محسوب میشن. منتها آقای سنجای گموات که امیدوارم اسمش درست خونده باشم، حسابش از بقیه جداست، واقعا حسابش از بقیه جداست. ایشون برنده یکی از جوایز خود ACM بوده در حوزه محاسبات در سال 2012. کارهای بسیار خفنی کرده، مثلا پروتکل بافر، مپ ریدیوس، گوگل فایل سیستم، تیبل و تنسرفلو، سرویس ویور، همه اینها جزو پروژه بوده که ایشون درش مشارکت داشته و میشه گفت واقعا یک ساینتیست، کامپیوتر ساینتیست میشه لقب بهش داد. خیلی جالبه که دکتراش رو با باربارا لیسکوف برداشته. باربارا لیسکوف هم میشناسین، همون در واقع اصل لیسکوف پرینسیپل، یکی از اصول سالی. خب بریم سراغ خود مقاله. و صدام ضعیفه، یکی از دوستان هست که گفته صدام ضعیفه، امیدوارم که الان بهتر شده باشه. من صداتو خوب میشنوم. بسیار عالی. خب حالا من برای اینکه مقاله رو بتونیم با هم دیگه روخانی کنیم، توی این روخانیه واقعا من نمیخوام دخل و تصرفی یا نظر خاصی اضافه بکنم، یه چیز اضافه تری بر آنچه که نوشته شده بگم. متن رو آوردم آماده کردم به این شکل، حالا به یه قالبی که بشه با هم دیگه دیدش، آمادهش کردم روی اسلایدها. بعضی جاهاشو هایلایت کردم، به نظرم مهمتر رسید و یه جاهایی رو هم خیلی خیلی کم حذف کردم به دلیل اینکه احساس کردم شاید مثلا به هر حال بتونیم تایم این جلسه رو مدیریت کنیم، ولی شاید 98% مطلب همینجا هستش. خب تو ابسترکت یا چکیده مقاله اینطور میگه که ما موقعی که داریم دیستریبیوت اپلیکیشن می‌نویسیم، اون عقل و خرد جمعی میگه که بیاین این رو تقسیم کنین به سرویس های جدا و اونها رو مستقل از هم پابلیش کنین، ریلیز کنین. بعدش ادامه میده میگه هرچند که این اپروچ معقولی به نظر میرسه، اما در عمل به چالش های متعددی برمیخوره که تمام اون مزایایی رو که در
ابتدا دنبالش بودیم و فکر میکردیم در برداره رو، همه اونا رو تحت شعاع قرار میده و اونا رو به هر حال عقب میرونه و ما رو دچار یه سری مسئله های بولدی میکنه که اون مزایا دیگه اصلا به چشممون نمیاد. بعد میگه که به طور بنیادی این مسئله رو، حالا نویسنده اینجوری معتقده که این من به دلیل اینه که ما لاجیکال باندری ها وقتی در ماکروسرویس دیولپ میکنیم، باندری های منطقی رو از باندری های فیزیکال تفکیک نمی کنیم و اینا رو در واقع همون جوری که لاجیکال داریم باندری ها رو داریم تعریف میکنیم، همون رو هم میبریم برای دیپلویمنت و بین چگونه کد بنویسیم و چگونه دیپلوی کنیم تفاوتی قائل نمیشیم. میگه این اصلا اصل و اساس این مشکل است و حالا بعد توضیح میده چجوری این باعث میشه که مشکلاتی به وجود بیاد و بعدشون راه حل ارائه خوب میده. بعد دیگه ما توی این مقاله داریم یک دیفرنت پروگرامینگ متدولوژی رو داریم پیشنهاد میکنیم که بتونه این در واقع بین باندری های منطقی و باندری های فیزیکالی دیکاپلینگ خوبی ایجاد بکنه. With our approach developers بعد میگه تو این اپروچ دیولپر ها اپلیکیشن خودشون از لاجیکال مونولیت می نویسن، دقت کنید به عنوان لاجیکال مونولیت می نویسن و تمام آنچه که مربوط به انتشار و استقرار و دیپلوی هستش رو همه اینا رو میگذارن به عهده یک ران تایمی، حالا در ادامه بعد توضیح میده که اون ران تایمی بیاد برایشون این کارها رو انجام بده به یه شیوهی که حالا میگیم چجوری. پس توصیهش به طور کلی خیلی شسته رفته، میگه برین لاجیکال مونولیت بنویسین و تمام آنچه که مربوط به دیستریبیوت کردن و ران کردنش هستش رو واگذار کنیم به یک ابزاری، به یک ران تایمی که خودشون همون رو پیشنهاد دادن. بعد نهایتاً هم گفته که ما رفتیم یک نمونه هم زدیم از این کار، عملاً اجراش کردیم که تونسته 15% لیتنسی رو کاهش بده، 15 برابر لیتنسی رو کاهش بده و 9 برابر توی مصرف فکر میکنم سی پی یو بله و منابع به هر حال بهبود حاصل کنه. این خیلی حالا چکیده مقاله. بریم سراغ مقدمش. میگه نوشتن و دیپلوی کردن دیستریبیوتید اپلیکیشن ها امروز از هر زمانی آسان تر شده و به طور کلی قصهش از این قراره که میگه مانوالی اسپلیت کنی اپلیکیشنتون رو separate microservice that can be ruled out independently. میگه کلا الان ویستم یا خرد جمعیمون اینجوریه: توسعه مستقل، انتشار مستقل. یک سرویس رو جداگونه یک تیم توسعه بده، خودش هم جداگونه دیپلوی کنه و تیم دیگر هم به همین ترتیب. این ایده بنیادی ماکروسرویس ها که باش آشنا هست. اما تو همین مقدمش اینطور ادامه میده، میگه که ما اومدیم یک اینترنال سروی برگزار کردیم از اینفراستراکچر تیم هامون، تیم های زیر ساختمون و فهمیدیم که بیشتر دیولپرها اپلیکیشن خودشون رو به این مولتیپل باینری ها، به این تیکه های جدا از هم به این دلیل تقسیم میکنن که اولا معتقدن یا فکر میکنن باعث بهبود پرفورمنس میشه. خب ادعاست، اینجا ادعاها رو داره مطرح میکنه دیگه. میگه تو سروی ما اینجوری فهمیدیم که دیگران اینجوری فکر میکنن که این باعث بهبود پرفورمنس میشه و سپریت کردن باینری ها میتونه باعث اسکیل کردن مستقل بشه که نهایتاً به بهتر شدن مصرف منابع هم منجر میشه. خب این یک گزاره‌ای که باید بریم اثباتش بکنیم. دو، توی همون سروی متوجه دیگران اینطور میگفتن که میتونه این باعث ایمپروو فالت تولرنس بشه یا در واقع این ویژگی محصولمون رو بهتر کنه که اگر یک سرویسی ما فیل شد، کل اپلیکیشن و کل سرویس های ما فیل نشه و به هر حال هرچند که توی کیفیت سرویس خلل وارد میشه
ولی کلیت سامانه ما از کار نیفته. میگه این هم به هر حال یکی از دلایلی که میایم این رو اسپلیت میکنیم به مولتی باینری ها. و علت سوم رو میگه ایمپروو میکنه ابسترکشن باوندری ها رو. خب ابسترکشن باوندری ها هم بله اینم خیلی شنیدیم که توی یک سرویس، توی ماکرو سرویس ما بیایم یک مسئله محدودی رو حل کنیم و تمرکزمون رو روی حل یک مسئله مشخصی بگذاریم و اون رو حل کنیم و از مثلا تعدد مفاهیم و تعدد API ها و شلوغی و در هم رفتن موضوعات جلوگیری بکنیم که این هم خب یکی از علتهای این تفکیک هستش. و نهایتاً هم میگه که به فلکسیبل رول اوت کمک میکنه یا به انتشار فلکسیبل تر محصولمون کمک میکنه که مثلا هر تیمی بتونه محصول خودش یا سرویس خودش رو با ضرباهنگ مد نظر خودش و در زمان خودش، زمانی که خودش صلاح میدونه به هر حال منتشر بکنه. پس این 4 علت رو دوستان دقت کنید که این 4 علت رو بچه‌ها رفتن سروی کردن و فهمیدن که عموماً به این دلیل هاست که ما میریم سراغ مولتیپل کردن باینری ها و شکستن سرویس ها به این شیوه کنونی، به این شیوهی که الان داریم انجامش میدیم. ولی این خب این 4 تا که خیلی آشناست برامون، همیشه هم وقت در مورد مزایای ماکرو سرویس صحبت کردیم همه اینها رو خیلی به هر حال با حرارت بالا ازشون دفاع کردیم و مدافعشون بودیم اما در عمل چالش هایی که به بار میارن چیه؟ اول اینکه باعث صدمه به پرفورمنس میشه. میگه آورهد سریالایز کردن دیتا و ارسال اون روی نتورک خودش یک باتل نک میشه. وقتی هم که اینو آور اسپلیت میکنن دیولپرها، این ضرب میشه، تشدید میشه شرایط و این پرفورمنس رو کاهش میده. پس به آورهد سریالایز کردن دیتا و توجه کنید. این اولین چالشی که اون سبک نگاه برای ما به وجود میاره. چالش دومی که وجود میاره به کارکتنس سامانه یا کلیت سیستم صدمه میزنه و ما رو در این شک و شبهه قرار میده که سیستم آره درست کار میکنه نمیکنه و یافتن علتهای خطا هم دچار مشکل میشه. چجوری؟ باز اسپیکر میکروفون بعضی دوستان بازه، این رو سپر میشه من راستش دارم میبندم، من نمیتونم برای همه رو ببندم ولی تا صدا میاد سریع چک میکنم دیگه. یه مقداری هم من فکر کنم صدا رو کمتر از تو میشنوم. معذرت خواهش میکنم چون یه لحظه تمرکز کنم. من مثلا فکر میکنم کسی میخواد چیزی بگه و متوجه هم نه اینطور نیست. خب پس به کارکتنس هم صدمه میزنه و میگه توی کیس استادی که رفتیم مطالعه کردیم بین 100 تا آسیب خطرناک یا فاجعه بار که توی سیستم هاشون، توی 8 تا سیستم های پر ترافیکشون رخ داده بود رفتیم بررسی کردیم، 100 رخداد فاجعه بار رو بررسی کردیم. علتشون به اینتراکشن between multiple version of system مربوط میشه. ریشه یابی کردن دیدن موضوع از کجا نشأت گرفته، این فاجعه از کجا نشأت گرفته، به جایی که API های با ورژن های متفاوت با هم دیگه صحبت کردن، نباید اینها با هم دیگه کامیونیکیت میکردن. مثلا سیستم رو در نظر بگیرید یکی از سرویس ها ورژن جدید رو بارگذاری کرده و انتظار میره ریکوست ها بیان سراغ اون نسخه، ولی مثلا ریکوست ها همچنان داره سراغ نسخه دیگه میره. به هر حال به این علت که حالا دور از انتظارم نیست اتفاقات عجیب و غریبی افتاده. پس به کارکتنس سیستم هم صدمه میزنه. چالش بعدی که ایجاد میکنه is hard to manage. شما تصور کنین که یه تیم به جای اینکه rather than having a single binary to build, test and deploy، دیولپر ها باید با n تا different binary ها برای بیلد و تست و دیپلوی برای سر کله بزنن و با اسکیجول های متفاوت اینها رو ریلیز بکنن. خب اینا شکسته شدن دیگه، باینری ها از هم جدا شده دیگه و خب این همه آور یا سربار بیلد و تست و دیپلوی و به هر حال منیج کردن یک برنامه انتشار میتونه
برای خودش یک آورهدی داشته باشه. و گفته که اجرای end to end test روی نسخه های لوکال وقتی که شما مولتیپل باینری دارید یک شاهکار مهندسی، یعنی اگر کسی بتونه این کار رو به درستی انجام بده واقعا کار خفنی کرده و کار نشون از این که کار پیچیده و سختیه و اصلا اونطور که به نظر میرسه کار ساده‌ای نیست. چالش بعدی رو داره میگه که it freezes APIs. once microservice establishes API میگه وقتی که خب یک سرویسی API رو منتشر کرده در اختیار سرویس های قرار داد دیگه hard to change میشه و تغییرش خب واقعا ریسکیه و معمولا هم اتفاقی در عمل میفته اینه که API های قدیمی رو دور میریزن، رهاشون میکنن و خیلی که دنبال این سازگاری با API ورژن های قبلی نمیرن و ترجیح میدن که API ها رو پچ کنن و همه رو به هر حال با یه مثلا فورسی ارتقا بدن. اونم خب یکی از چالش‌های پیش روی همین در واقع سبک معماریه. It slowed down application development. این داره میگه که خب کل فرآیند توسعه رو کلیت فرآیند توسعه رو کاند میکنه و دیولپرها باید خیلی با دقت و به هر حال با یک پلن خیلی با دقت تنظیم شده ای برن و برای آپدیت کردن نسخه های سرویس هاشون فکر بکنن و اونو برنامه‌ریزی بکنن براش. خب به هر حال نسخه ها متفاوته، تیم های مختلفی هستن و همه اینا برنامه انتشار میتونه سخت بکنه. برخلاف چیزی که فکر میکردیم تیم ها میتونن مستقلاً نسخه گذاری بکنن و نگران مثلا API سرویس های جانبیشون نباشن، یعنی در عمل اینطور نیست. خب میگه هرچند که برای همین چالش ها کمپانی ها تلاش کردن تا این چالش ها رو حل کنن، مثلا از طریق Continuous Deployment Framework ها یا از طریق یه سری نتورک پروتکل های سریع که برای اون چالش پرفورمنسی که ابتدا عرض کردم و همینطور برای مثلا تکنولوژی که برای دیسکاور کردن نتورکینگ پوینت ها کمک میکنه، میگه هرچند اینا به هر حال کمپانی خیلی کار کردن ولی در عمل موفق نیستن و بعضی چالش ها رو حل میکنن اما چالش های دیگه رو بدون پاسخ میذارن و رها میشه. و خیلی جالبه در مقاله خودش میگه که اتفاقا خیلی از دیولپرها فکر میکنن که این طبیعیه، اصلا این دیگه ذات کار ماست و برای چاره‌ای براش نیست و همینه که هست، باید بسازیم و بسازیم. خب میگه چرا علیرغم تمام تلاشایی که شرکت‌ها کردن برای تولید ابزارهایی که بتونه این چالش‌ها رو کم کنه باز موفق نبودن. دو تا علت رو نویسنده بهش اشاره میکنن، نویسندگان بهش اشاره میکنن. میگه اولین علتش اینه که اصلا این به عنوان یه پیش‌فرض ذهنی پذیرفته شده که دیولپرها منوالی اسپلیت میکنن اپلیکیشنشون رو به باینری های مختلف. این یعنی چی؟ این یعنی این که خب ما باید این، شما تصور کنید که اصلا این فرض نبود، یعنی دیولپرها در مورد اینکه اپلیکیشن رو باید چگونه به باینری های مختلفی تقسیم بندی بکنیم تصمیم گیرنده نبودند. خب اساسا یک نوع از ابزارهای دیگه خلق میشد، ولی الان ابزارهایی که به وجود اومده و عرضه شده بر این پیش‌فرض استواره و اصلا دارن دست میدن، دست دیولپرها رو باز میذارن تا بتونن در مورد چگونه اسپلیت کردن باینری ها تصمیم گیری بکنن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیولپرها در کدشون هم ببینید، در کدشون هم یک عالمه کانفیگوریشن های مربوط به اند پوینت های سرویس های مختلف وجود داره که
همه اینها نهایتاً به اون چالش ها منجر میشه، به فریز شدن API منجر میشه. مثلا فرض کنید که دیولپر در مورد اینکه این سرویس اساساً قراره در پروتکل مثلا HTTP رو HTTP سوار بشه یا روی مثلا gRPC سوار بشه، تصمیم گیرنده نباشه و تصمیم نگیره و فقط روی موضوع بیزینس تمرکز بکنه. فرض کنید که اگر اینطور باشه، خب یک چیزی بعداً اضافه بشه، یک سرویسی، یک امکانی اضافه بشه که اون موقع ران تایم تصمیم بگیره که الان من این سرویس رو ببرم روی HTTP یا ببرم مثلا با پروتکل gRPC یا حالا هر پروتکل دیگری مثلا مسیجامو رد و بدل کنم. پس یکی از علت‌هایی که علیرغم وجود ابزارها نهایتاً این چالش‌ها همچنان باقیه، همینه که این پیش‌فرض رو پذیرفتیم که دیولپر بتونه در مورد ران تایم و چگونه اسپلیت شدن باینری ها تصمیم گیری بکنه و این رو ببره تو کد و کلی آنجا بهش کانفیگوریشن اضافه بکنه و این چینجش رو نهایتاً سخت میکنه. علت دوم هم میگه که این فرضیه که ما میتونیم اپلیکیشن باینری ها رو ایندیویژوالی ریلیز کنیم تو پروداکشن. خب این هم در عمل میبینیم که این اتفاق نمیفته و همه اون چالش های، الان اینجا نوشته C1 تا C5 و C5 چالش های C1 C5 رو داره میگه که باعثش میشه که C1 مثلا موضوع پرفورمنس بود و C5 هم همون اسلو داون کردن کلیت فرآیند توسعه. خب پس الان چالش ها رو بررسی کردیم و میخوایم بریم سراغ این که ببینیم خود حالا دوستان تو مقاله چی میگن. میگن که we propose different way of writing and deploying distributed applications. میگه ما یک به هر حال یک راه جدیدی برای نوشتن و دیپلوی کردن دیستریبیوتد اپلیکیشن ها رو میدیم و ایدهشون اینجوریه. میگه 3 تا اصل داره یا 3 تا پایه داره یا 3 تا ایده کلیدی درش هست. اول write monolithic applications that are modularized into logically distinct components. میگه ایده کلی اینه بریم مونولیت اپلیکیشن هایی بنویسیم که ماژول های در واقع ماژولار مونولیت بنویسیم که حالا ماژولار بعد میگن یه کامپوننت ها هستن، حالا اینجا اینطوری نام گذاری میکنه logically distinct components. بعد leverage a runtime dynamically and automatically assign local components to physical process. میگه بعد بریم برای موضوع ران تایم، حالا داره پیشنهاد میکنه، میگه برای موضوع ران تایم کلا در هنگام رایت چیزی ایده نداریم، فکر نمیکنیم. تمرکزمون در هنگام رایت روی همینه که ما یک ماژولار مونولیت بنویسیم. ولی ران تایم اونجا ابزارهایی باشد که به ما کمک کنه که اون کامپوننت هایی که جدا جدا نوشته بودیم، جدا منظورم به صورت ماژولار نوشته بودیم، رو ببره حالا به هر حال با یه ترتیبی به یه نحوی روی فیزیکال پروسس ها سوار کنه و اونا رو اجرا کنه. و نهایتا هم میگه بریم سراغ این روش از دیپلوی کنیم اپلیکیشن ها رو اتمیکالی، یک ضرب دیپلوی کنیم. خب شما الان اینجا پس یک ماژولار مونولیت دارین که به ران تایم فکر نمی کنین، به نتورکینگ فکر نمی‌کنید، به پروتکل‌های ارتباطی فکر نمی‌کنید، بلکه یک موقع ران تایم حالا ابزارهای حالا توضیح میدیم چه جوری اتفاقی میفته، اونجا به نحو کامپوننت ها تبدیل میشن به سرویس ها و با هم دیگه ارتباط میگیرن. و نهایتاً هم داره ایده دیپلوی کردن اتمیک کل یک اپلیکیشن رو میده که به این ترتیب از اشکالات مربوط به کار با ورژن های مختلف API جلوگیری بشه. پس 3 تا رکن اساسی داره این ایده‌ای که این دوستان مطرح میکنن. خب میگه این سولوشن ما 2 تا پارت کلیدی داره. پروپوزالشون پارت اول میگه پروگرامی مدل همین
که یک ابسترکشنی برای ما ارائه میده تا بتونیم روی بیزنس لاجیک متمرکز باشیم و یک ماژولار اپلیکیشن بنویسیم، یک پروگرامینگ مدل ساده. و پارت دومش هم یک ران تایمه. اون ران تایم چیه؟ اون واقعا خوب ابزاریه که به بیلد، دیپلوی و اپتیمایز کردن اپلیکیشن های ما کمک میکنه. به بیلد، حتی تو بیلد هم مداخله میکنه بچه‌ها، و دیپلوی و نهایتاً اپتیمایز کردن اپلیکیشن ها کمک میکنه. حالا در مورد همه اینا جزئیات کامل میرسیم و صحبت میکنیم. خب پس ایده رو تا اینجا داریم دیگه، یک مدلی برای برنامه‌نویسی و یه ران تایمی که توی بیلد کمک میکنه. پس دیولپرها به نظر میرسه که با اون پروگرامینگ مدل کار میکنن و حالا احتمالاً بچه‌هایی که تو حوزه دیوآپس اینا کار میکنن با اون ابزاره که نهایتاً به ران تایم منیجمنت انجام میده کار خواهند داشت. خب تو همون پروپوزال سولوشنه، این سولوشن پیشنهادیشون اینجوری میگن پروگرامینگ مدل ما اینیبل میکنه دیولپر رو برای نوشتن دیستریبیوتد اپلیکیشن ها as a single program where the code is split into modular units called components. میگه این شبیه همون نوشتن ماکرو سرویس هاست دیگه، ولی اینجا داریم یک سینگل پروگرام می‌نویسیم که اجزاش لاجیکالی از هم منفک شده، ماژول های مجزاست یا کامپوننت های مجزاست، و موقع نوشتنش هم فقط روی اون موضوع بیزینس داریم تمرکز میکنیم، لاجیکال باوندری و اینکه اون باوندری لاجیکال چجوری به هر حال تعریف کنیم تمرکز میکنیم. خب داره سولوشن دوباره حالا توضیح میده. کامپوننت ها چی ان؟ همون لاجیکال باوندری ها بیس در واقع بیزنس لاجیک ما رو پوشش میدن و بیزنس لاجیک ما بین اون کامپوننت ها توضیح شده، و یک ران تایمی هم که گفتیم دیگه centered around physical boundaries که به موضوعاتی مثل ایمپروو کردن پرفورمنس یا اینکه الان من چه سرویسی رو کجا ران بکنم، کدوم سرویس رو کنار کدوم سرویس ران بکنم پرفورمنس بهتری میگیرم، یا اینکه کانال ارتباطی یا مسیج پروتکل ارتباطی بین دو تا سرویس رو الان چه کار کنم بهتر باشه و پرفورمنس بهتری میرسم، به اینها داره فکر میکنه و توجه میکنه. پس کامپوننت ها که حوزه کارش خب دیولپرها بهش توجه میکنن، لاجیکال باوندری های اپلیکیشن ما هستن، و ران تایم هم که خب خیلی از فرآیندهای مربوط به ران کردن سرویس ها رو اونجا اتوماتیک میکنه. خب میگه به این ترتیب با دیلیگیت کردن این اکزیکیوشن ریسپانسیبیلیتی ها به ران تایم و همون بنفیت ها و مزایای ماکرو سرویس ها میرسیم، حتی با یک پرفورمنس بهتر که حالا توضیح میده که این به کاهش اون چالش شماره 1 پرفورمنس بود منجر میشه. میگه به عنوان نمونه این ران تایم میتونه، اون ران تایم، این ران تایم که میگم یک ابزار دیگه اینجا، خب و این دوستان نوشتن اون ابزار رو. میگه این ران تایم میتونه تصمیم بگیره در مورد اینکه چجوری یه سرویس رو ران کنه، کجا قرارش بده، چند تا ازش رپلیکیت بگیره و چجوری اسکیلش بکنه تصمیم بگیره. پس دیولپر یه سینگل اپلیکیشن ماژولار نوشته، ولی اون ران تایم میبره اون ماژول ها رو تیکه تیکه میکنه، با عنوان سرویس های مستقل میبره ران میکنه. حالا ممکنه تو کوبر ببره، ممکنه روی کلاد گوگل ببره، ممکنه حالا به هر حال بسترهای مختلفی ببره، با پروتکل‌های مختلف اینا رو کنار هم دیگه ببره و ران کنه. حتی ممکنه در مورد سریالیزیشنش و پروتکل ارتباطی هم اون ران تایم تصمیم بگیره و کلا دیولپر به اون فکر نمیکنه.
خب میگه توی همین پروپوز سولوشنشون میگه اگر این کار رو بکنیم و یک اپلیکیشن از سینگل باینری بنویسیم و دیپلویش کنیم اتمیکالی، اما یکی از ایدهشون این بود، سه تا ایدهشون سه تا پایه داشت دیگه. ماژولار بنویسیم، ران تایم رو به ابزار خودش واگذار کنیم، موقع نوشتن اصلا بهش فکر نکنیم، و نهایتاً اینکه این رو به صورت اتمیکالی ریلیز کنیم. میگه اگر این کارم بکنیم که خب اون مشکل کارکتنسمون هم حل میشه دیگه. مشکل کارکتنس اونجایی بود که نگران بودیم اپلیکیشن ما با ورژن های متعدد API ها چجوری بخواد کار بکنه و دچار خطای مربوط به چند ورژنی نسخه همون نشیم. خب میگم مثلا توی این قسمت هم our proposal provides developers، میگه پروگرام مدل ارائه میده که let's them focus on application business logic و تمام موضوعات دیپلویمنت و کامپلکسیتی های اون رو به ران تایم واگذار کنن. تو پروگرامینگ مدلشون خب ایده کامپوننت هست، ایده API هست، تو ران تایم هم یک چیزی برای کد جنریشن وجود داره و یک چیزی هم برای اپلیکیشن ران تایم اینتراکشنه. تو این هر کدوم از اینا رو الان می‌خوایم با دیگه مرور کنیم. تو پروگرامینگ مدل قابل توجه دیولپرها، این تیکش قابل توجه. کامپوننت ها key abstraction of our proposal is a component. کامپوننت چیه؟ یک ناحیه لاجیکال از اپلیکیشن دیگه، مثلا انبار، مثلا فروش، نمیدونم، حالا هر کدوم از اینایی که الان دیگه ما داریم با عنوان یک سرویس تو ماکرو سرویس جداش میکنیم. اینجا خب میتونه ایده کامپوننت سازگار با همین ایده کامپوننت. خب میگه کامپوننت ها، ما به عنوان نویسنده کد کامپوننت ها رو تعریف میکنیم، ولی کامپوننت ها در عمل میتونن maybe hosted by different OS processes perhaps across many machines. میگه کامپوننت ها در عمل میتونن هاست بشن، یعنی اون ران تایم، یعنی ببره یک کامپوننت رو هاست میکنه روی OS پروسس مختلفی یا حتی روی ماشین های مختلفی، اینو ممکنه ببره و رانش بکنن. و کامپوننت متد اینوکیشنشون هم، فراخوانی متدهای بین کامپوننت ها هم از طریق ریموت پروسیجر کال ها صورت میگیره، RPC صورت میگیره. ولی اگر که دو تا کامپوننت کنار هم، مثلا کالر و کالی کنار هم باشن، توی سیم پروسس باشن، که خب یک لوکال پروسیجر کال صورت میگیره. پس تصور کنید که من یه سیستم نوشتم 10 تا کامپوننت، 10 تا کامپوننت ممکن دو تاش کنار هم باشن، پس اینجا دیگه نیاز به RPC ندارم، من لوکال پروسیجر کال دارم و 8 تا دیگه‌اش روی ماشین‌های دیگه توزیع شدن که اون ران تایمه برای من داره مسئله کال بین این کامپوننت ها رو هندل میکنه. اینجا تو این تصویر به خوبی این رو میتونیم ببینیم که ما موقع نوشتن اپلیکیشن، خب میبینید کامپوننت ها به این ترتیب در اپلیکیشن ما یه سینگل مونولیت ما نوشته شدن، منتها موقع ران دو تا از این کامپوننت ها، کامپوننت A و B روی یک ماشین توزیع شده. ماشین 2 کامپوننت C رو هاست کرده، ماشین 3 هم کامپوننت C رو هاست کرده، یعنی اون ران تایم رو ریپلیکیت کرده و بین اینها RPC برقراره، بین A و B یک لوکال پروسیجر کالی برقراره. همه اینها رو کی تصمیم گرفته؟ اون ران تایم تصمیم گرفته و دیولپر مطلقاً توی کدش در مورد اینکه این پروتکل باید چی باشه، اند پوینتاش چگونه باید به هر حال تعریف بشه ورود نمیکنه. و خب اونم که گفتیم اتمیکالی این رول اوت میشه کل این اپلیکیشن، پس دیگه موضوع چند ورژنی هم منتفیه و اون مسئله رو نخواهیم داشت. خب اینجا الیستریشن کامپوننت، خب پس اینجا اونگونه که می‌نویسیم و اونگونه که دیپلوی می‌کنیم اینا از هم دیگه تفکیک شده. این فرق اساسی اون چیزی که الان ما تو دنیای مایکروسرویس داریم می‌بینیم. ما الان داریم چون که یک
کامپوننتی رو یا یک سرویس رو جدا باینریش رو نوشتیم، باینریش رو جدا می‌بریم توضیح می‌کنیم. ولی اینجا نه، اینجا کنار هم نوشته میشه یک باینریه، ولی اون باینری ها به صورت حالا به هر حال اتوماتیک توضیح میشه. خب بعضی از اینجا گفته بعضی از کامپوننت ها به تشخیص حالا اون ران تایمه کولوکیتد میشن، کنار هم قرار میگیرن، بعضی هم توضیح میشن و ریپلیکیت میشن. اینجا یه کامپوننتی رو داریم میبینیم، این نمونه خیلی ساده. اینجا یه کامپوننت تعریف شده، اینترفیسی است که مثلا اینترفیس تایپ هلو، متد گریت اینجا ایمپلمنت شده و اینجا کامپوننت اینوکیشن شده، کال شده. اپلیکیشن اینیت شده، این کد گو هستش و اینجا مثلا این متد کال شده دیگه، متد get hello greet. ببینید تو این کد اصلا هیچ نشانه ای از اینکه من دارم با یه سرویس دیگه کار میکنم که پیشم نیست وجود نداره و مونولیت ماژولار به این ترتیب نوشته شده، ولی در عمل همونطور که گفتیم ممکنه این کامپوننت هلو ایمپلمنتشنش ممکنه بره روی ماشین دیگه ران بشه، ولی کانسرن دیولپر نیست. Any serialization and remote procedure calls are abstracted away from developer. همه موضوعات serialization و RPC و اینها به هر حال پستپون شده به زمان ران تایم. خب تو ران تایم چه خبره؟ میتونیم که مسئولیتش مشخصه that is responsible for distributing and executing components، هم برای دیستریبیوت کردن و هم برای اجرای کامپوننت ها به هر حال مسئولیت اصلیش همینه. برای اینکه بتونه این کار انجام بده توی بیل، یعنی وقتی که اپلیکیشن شما بیل میشه این اتوماتیک میره کامپوننت ها شناسایی میکنه، به هر حال با یه مکانیزم این رو آماده برای جداسازی میکنه و حالا در ادامه توضیح میدیم که چجوری این کار رو انجام میده. خب پس ران تایم کار دیستریبیوت کردن و اکزیکیوت کردن و همینطور اگر نیاز باشه کار ری استارت کردن کامپوننت ها و اتمیک رول اوت کردن اپلیکیشن رو به عهده داره این ران تایم. خب یکی از دوستان برش روشنه بکنش. خب اینجا ببینیم یکی از این ران تایم یه عنصر دیگه هم کنار خودش داره، کد جنریشن. یه کد جنریشن هم کنار خودش داره که کاری که میکنه اینجوریه، میره کامپوننت ها رو شناسایی میکنه، همه کامپوننت هایی که مثلا یک اینترفیس خاصی رو ایمپلمنت کردن رو شناسایی میکنه و نهایتاً همه کد هایی که مربوط به اون مارشلینگ و آن مارشلینگ کامپوننت متد ها میشه رو برای جنریت میکنه. شما فرض کنید که اینترفیس رو بهش بدید و این برای شما API یا REST API مناسب برای شما کدش رو تولید کنه، یا همه اون کد هایی که مربوط به کال کردن gRPC سرویس شما هستش رو براتون اون کد هاش تولید کنه بر اساس اینترفیس اون کامپوننت. این کد جنریتور این کار میکنه. اینجا داریم ما در مورد ایدهش صحبت میکنیم دیگه، جزئیاتش که حتما خیلی مفصل تره. خب generated code is compiled along with developer code into a single binary. این نهایتاً تهش به یه سینگل باینری ختم میشه و اینجا هم گفته که برای اینکه به هر حال بین اپلیکیشن و اون ران تایمه یک در فکر کنم صدا قطع شد. رولا صدای منو میشنوی؟ من صدا دیگه ندارم.
اجازه بدین فکر کنم که مشکل اینترنتی پیدا شد برای روح الله. من بهش پیام بدم. خب روح الله فکر کنم برگشت. بچه ارتباط من برقرار اسکرین داریم؟ بله ارتباط برقرار اسکرین هم داریم. بسیار خب. اینجا در مورد این صحبت میکنه که همون در واقع ران تایم it runs them, starts them, stops them, restart them on failure و اینها. همه این مسئولیت ها پس ران و استارت و استاپ و ریستارت کردن این کامپوننت ها با همین اپلیکیشن ران تایمه. و در مورد اینکه اصلا این رو یک کامپوننت کجا ببره رانش بکنه، مثلا روی کوبرنتیس پاد رانش بکنه یا مثلا به عنوان یک ساب پروسس روی او اس رانش بکنه، اینها همش تصمیمش با اون ران تایم هست. خب اینجا من میام روی این تصویر که بتونم این رو شفافتر توضیح بدم. اینجا اگر بخوام یه حسی بگیم نسبت به همین چیزی که تا الان گفتیم، به این شکله که یک گلوبال منیجر یا همون ران تایمه که در واقع یکی از اجزاش همون گلوبال منیجر است که کد جنریتور، اون کد جنریتور اینجاست، مسئولیت جنریت کردن با اینه، رول اوت کردن اپلیکیشن یا ریلیز اپلیکیشن به صورت اتمیک با اینه، موضوع اسکیلینگ، موضوع کلوکیشن کردن سرویس های کامپوننت ها، بعضی از متریک ها، تریس ها، لاگ ها مسئولیتشون با اینه و این بلده که مثلا سرویس شما ببره رو AWS، ببره رو گوگل کلاود یا ایژور یا هر چی که هست، به هر حال اونجا سرویس رو رول اوت کنه و همینطور میدونه که الان به هر حال چه سرویس هایی ران هستند یا اگر نیاز باشه چه سرویس هایی کنار هم دیگه قرار بده، چه سرویس هایی از هم دیگه جدا کنه و همه اون چه که به هر حال به بهتر شدن سرویس منجر میشه رو بعد هوشمندانه تنظیم بکنه. پس یک گلوبال منیجری وجود داره که ارکستریت میکنه اجرای این پروکلت ها رو. این پروکلت ها چی هستند؟ پروکلت ها مجموعی چند تا کامپوننت هستند. شما در نظر بگیرید که مثلا یک پروکلتی وجود داره که 3 تا کامپوننت رو کنار خودش داره، یک پروکلت دیگری هم وجود داره که در حال یه تعداد دیگر کامپوننت کنار خودش داره. جابجایی کامپوننت ها بین پروکلت ها توسط همین گلوبال منیجر صورت میگیره. این شمای کلی و نمای خیلی جامع که دوستان دنبال میکنم. خب موضوع اتمیک رولات هم که گفتیم که نهایتاً به بهتر شدن یا به رفع اون چالش مولتی ورژنینگ کمک میکنه و اینجا هم دیگه در مورد این صحبت میکنه که اگر این حالا شرح ایدهشون تمام شده، اینجا دیگه این اجزای کلیدی رو صحبت کرده و دیگه داره در مورد این صحبت میکنه که اگر این کار رو بکنیم چه فرصت هایی برای نوآوری فراهم میشه و ما اینیبل میشیم تا چه کارهای جدیدی بکنیم که شاید الان دیگه تا به الان نمیتونستیم به راحتی انجامش بدیم. میگه به دلیل اینکه اون ران تایمه خودش بلد یک کالگراف بین کامپوننت ها رو شناسایی بکنه و کریتیکال پس ها رو شناسایی بکنه، پس میتونه باتلنک های یا کامپوننت های باتلنک رو هم شناسایی بکنه یا کامپوننت هایی که با هم دیگه چتی صحبت میکنن رو میتونه شناسایی کنه، چون اون یک نگاه جامع به همه کامپوننت هایی که در حال اجرا هستن داره دیگه و میتونه به این ترتیب یک اسکیلینگ بهتری یا کلوکیشن کردن بهتری از کامپوننت ها ارائه بده. یعنی تصمیم بگیره که اولا من چه سرویس های کنار هم بذارم کلوکیت کنم بهتره
چه سرویس هایی رو به چه تعدادی اسکیل بکنم بهتره و همه اینها به هر حال به دلیل اینکه اون ران تایم یک به هر حال نگاه سراسری به کلیت این سیستم داره براش فراهم میشه و این خب یک اینیبلینگ خوبی است برای ما. یا مثلا اینجا گفته که moreover به دلیل که سریالیزیشن و ترانسپورت لیر ما اصلا ابسترکت از دیولپر و دیولپر به اون نپرداخته، چون دیولپر یک ماژولار مونولیت نوشته، متدهای کامپوننتی که کال کرده انگار که متد یک کلاس کال کرده و اصلا به این فکر نکرده که اینجا من باید مثلا جیسون رو رد و بدل بکنم یا حالا هر فرمت دیگه رد و بدل بکنم. میگه به دلیل اینکه اینا همه ابسترکت بوده، پس اون ران تایم میتونه به انتخاب تکنولوژی، به انتخاب ابزار سریالیزیشن و اینکه اصلا اینو اپتیمایز بکنه و چه جوری اینو اپتیمایز بکنه به راحتی به اون بپردازه و کسی هم متاثر نشه. خب یا مثلا به روتینگ بهتر بپردازه اون ران تایمه. شما در نظر داشته باشید که مثلا اگر برای به دلایلی فرض کنید که من اگر یک ریکوست رو بدم به کامپوننتی که الان مثلا روی پروکلت شماره 1 من هستش، پرفورمنس بهتری ارائه میده. اگر بتونم اون ران تایم رو بفهمه و بعد ریکوست های بعدی رو هم به همین ترتیب به همون کامپوننت که روی اون پروکلت ارسال بکنه، خب این یک روتینگیه که نهایتاً به یه پرفورمنس بهتری میانجامه و این میسر نمیشد مگر اینکه یک ران تایمی وجود داشته باشه، همون ایده که الان هستش دیگه، و چون وجود داره پس میتونه به یه روتینگ بهتر هم بیانجامه. و مثلا اینجا حالا مسئله که اینجا تو این اسلاید مطرح کردم کش بوده که بعضی ریکوست ها که روی پروکلت کش شدن احتمالاً بتونن به هر حال هیت ریت بهتری ارائه بدن. یا موضوع بعدی موضوع اتوماتیک تستینگ بوده که ما رو اینیبل میکنه، یعنی تیم ها رو اینیبل میکنه برای اینکه بتونن تست بهتری انجام بدن. خب ما به دردسرهای تست چندین سرویس آگاهیم دیگه. فرض کنیم ما باید به هر حال تو محیط تستمون نسخه های متعدد سرویس ها رو بیاریم بالا و واقعا ریزیلنسی سیستم نسبت به فیلر رو تست بکنیم. این شوخی نیست، این نیازمند اینه که مثلا ما سرویس های مختلف داون کنیم، دوباره آپ کنیم، تست رو ران کنیم، ببینیم تو هر کدوم از این شرایط وقتی که سرویس دوباره برمیگرده به هر حال رفتار سیستم هستش و اینا. این کار خیلی سخت و پیچیده ایه. این سختی و پیچیدگیش هم این دوستان ما در گوگل دارن میگن ببینید، میخوام بگم که به هر حال خیلی شایع و متداوله و میگه همه اینها این اتوماتیک تستینگ راحت تر میشه به دلیل اینکه because applications are written as a single binaries in a single programming language, end-to-end test becomes simple unit test. میگه end-to-end test اگر به این شیوه ما در واقع توسعه بدیم به سادگی یک یونیت تست میشه و end-to-end تست وحشتناکی که عرض کردم که میتونست بین سرویس های مختلف با حتی لنگویج های مختلف و استک های مختلف میتونست خیلی سخت باشه، به هر حال میتونه ساده تر باشه، خیلی ساده تر باشه. خب اینا خودشون اومدن و یک نمونه از این ایده رو پیاده کردن. ساعت رو هم من یه نگاه بکنم. اوکی، وقتمون به نظر میرسه. اوکی، یک نمونه رو پیاده کردن که با زبان گو نوشته شده، کامپوننت API رو داره و مثلا برای دیپلویمنتش از گوگل کوبرنتیس انجین استفاده کردن. کدش هم روی سرویس ویور رو این ادرس هستش، حالا من در ادامه این توضیح میدم. بعد که اومدن اولویت کردن نتایجش رو با یک شرایط مشابه، یک فکر کنم یک اینطور بود که 11 تا سرویس رو به صورت مایکرو سرویس حالا با همون استایل معمول و متداول توسعه دادن و توزیع کردن و تست گرفتن. یه دونه هم با همین معماری فعلیشون که کلوکیت کردن و اینها میبینیم که مثلا average number of cores CPU مصرف CPU که داشته تو پروتوتایپشون 28 بوده، تو اون تستی که
با شیوه معمول هستش 78 CPU درگیر شده و لیتنسی 2 تقریبا 3 و اینجا تقریبا 6، یعنی لیتنسی 50% کاهش پیدا کرده و سریعتر شده. خب مصرف CPU هم به مقدار قابل توجهی واقعا بهتر شده. این هم یک ایوالویشنشونه، ولی میگه که حالا در ادامه میگه هنوز یه سری بحثا باقیه که باید بهش توجه کرد و فکر کرد. مثلا میگه که میگه هرچند ما داریم پیشنهاد میکنیم و توصیه میکنیم یا دلیل میاریم برای اینکه برین و سینگل باینری بنویسین یا ماژولار مونولیتیک بنویسین، باز این همواره و همیشه هم شدنی نیست. مثلا بعضی از سازمان‌ها نمیتونن، چون مثلا نوشتن یک همچین اپلیکیشن ممکنه خب اپلیکیشن‌های بزرگ به دلیل اینکه از توان یک تیم خارجه امکان پذیر نیست که این اینجوری نوشته بشه. حالا بعدش فکر کرد و یا حتی بعضی سازمان‌ها مایلن که ریلیز سایکل متفاوتی برای محصولات متفاوت خودشون داشته باشن. یه به همین دلیل ممکنه که این ایده همه جا و در همه شرایط هم قابل اجرا نباشه. خب خیلی هم طبیعیه. میگه با این حال تو این پروپوزال ما در واقع تشویق میکنیم که دیولپرها باینری های کمتری بنویسن. حداقلش اینه که به جایی که مثلا 11 تا سرویس بنویسن، احتمالاً 11 تاش بشه 5 تا، باز هم خب از درجه سختی سولوشن کمتر میشه. میگه البته ما در حال این کاوش بررسی این موضوع هستیم که چجوری میتونیم اپلیکیشن هایی که با در واقع چند زبان برنامه‌نویسی رو با هم دیگه کامپایل کنیم به into separate binaries. این هم خب ایده خیلی جالبیه. فرض کنیم چند تا سرویس با زبان مختلف نوشته شدن، کامپایل بشن به کامپوننت های مختلف و با همون ران تایمی که عرض کردم کنار هم دیگه کار بکنن. خب اینجا میگه که پروگرامینگ گایدنس، این راهنمایی برای برنامه‌نویسی اگه بخوام بگیم، میگیم که ما we argue that developers using purpose. میگه ما که داریم پیشنهاد میکنیم خب برید این کارو بکنین و should write their application as a single binary using our proposal and decide later. و اینکه بخوان به ماکرو سرویس برن، به اون استایل ماکرو سرویس برن یا نه رو بذارن برای بعدن. یعنی ابتدا با این مثلا اپروچ شروع بکنن و اگر دیدن خب به هر حال مسئله داره و به کارشون نمیاد، این تصمیمشو برای ماکرو سرویس کردن به این شیوه کنونی رو به بعد واگذار کنن. یعنی داره پیشنهاد میکنن که بریم سراغ ماژولار مونولیت ها. و میگه با پستپون کردن این دیسیژن، این تصمیمه به بعد، میتونین در واقع به ماکرو سرویس بهتری و به یک تفکیک بهتری بین سرویس دست پیدا کنید. خب نتیجه گیری، کانکلوژن ماجرا رو داره. میگه که our proposal encourage developers to اول این که میگه write monolithic applications divided into logical components. بریم مونولیتیک اپلیکیشن بنویسیم که به صورت لاجیکال کامپوننت تفکیک شده. همه موضوعات مربوط به ران تایم، چالش های مربوط به ران تایم و فیزیکالی دیستریبیوتد کردنش رو به اون ابزار ران تایم واگذار کنیم. اون بلد این کار رو بکنه، بلد کد رو جوری کامپایل بکنه و جوری دیپلوی بکنه که همه اون مشکلات رو نداشته باشه. و نهایتاً تو دیپلوی هم که گفته برین سراغ این نگاه و این شیوه از دیپلوی که اپلیکیشن رو اتمیکالی دیپلوی بکنیم. میگه و این 3 تا گایدلاین کلی، 3 تا اصل کلی یک عالمه بنفیت رو برای ما فراهم میکنه و حالا درهایی رو باز میکنه برای بهتر شدن فرآیند توسعه. خب این تا اینجا خود مقاله بود. دوستان اومدن در این ادرس روی گیت ها و همینطور روی این دامین سرویس viewer.dev همین ران تایمه و همه اون چی که گفتم، همین سولوشنه رو پیاده کردن. البته با زبان گوه و حالا
خوش به حال اون دسته از دوستانی که ما با این زبان و فریمورک کار میکنن. ولی خب شعار این سرویس ویور یا سرویس باف، حالا اسمش هم اسم باحال و ممزه، سرویس ویور. write your application as a modular binary, deploy it as a set of microservices. خب این قابل توجه. من پیشنهاد میکنم به این آدرس سر بزنید و ببینید که چه کار کردم و امیدوارم که به زودی پورت حالا مثلا دات یا سایر زبان‌هاش هم ببینیم و قابل استفاده بشه. خب ساعت 6 من خوشحالم که آن تایم تمام کردم این توضیح مقاله رو و اینجا دیگه کم کم بریم سراغ این که با هم دیگه گپ بزنیم، ببینیم شما چجوری فکر میکنید و نظرتون چیه. مرسی. خیلی ممنون رولا، هم خیلی خوب آنالیز کردی، خیلی روون توضیح دادی. من خودم به شخص خیلی خیلی لذت بردم. یه سوالی داریم، بذار من با سوال، یعنی فعلا فقط یه سوال داشتیم، بعد میکروفون رو میدیم به بقیه. آقای مهدی کریمی نوشتن ببخشید من نفهمیدم موضوع ورژن رو چطور جدایی از API تونسته حل کنه. به نظر موضوع ترانسفر پروتکل و سینگل سرویس می باشد. تو موضوع ورژن میگه که برین، میگه هر جوری شده برین به سراغ این که اتمیک رول اوت کنید و ببین چون که ما یه سینگل باینری نوشتیم، یک مونولیت ماژولار نوشتیم، خب وقتی ریلیزش میکنیم این یک نسخه داره دیگه، اون ابزار ران تایم ما همین نسخه رو میبره و تمام کامپوننت های ما همشون نسخه هاشون با هم دیگه برابره. به این ترتیب اساساً مسئله باقی نمیمونه که حلش بکنن، یعنی مسئله مولتی ورژنینگ نیست. مسئله مولتی ورژنینگ رو از اساس میذاره کنار. وقتی شما یک مونولیت دارید و اینو یک جا منتشرش میکنید دیگه نگران این نیستید که کامپوننت A شما با کامپوننت B شما دو تا ورژن مختلف داشته باشه. اینطور نیست، اینا هر دو تاشون یک ورژنن. امیدوارم که جواب سوالشون داده باشم. یک سوال دیگه هم داریم، نوشتن که این روش توسعه اسمی داره؟ اسم محصولشون سرویس ویوره، خب ولی نه اسمی نگذاشت. اسمش خودشون گفتن اسم مقاله که مدرن دیولپمنت اپلیکیشن دیولپمنت بود دیگه. آره ولی نه اسمی نداره. اسم این محصول سرویس ویوره. این سرویس ویور هم همه اون هم ایده مربوط به کامپوننت ها رو داره، هم مربوط به اون ران تایم رو داره دیگه تو خودش. متشکرم. خانم طاهره هم گفتن اگه میشه پروژه رو توی گیتاب توضیح بدیم، ولی نمیدونم ربطی داشته باشه به موضوع صحبتمون یا نه. ببینید خودتون هم خود سرویس ویور .dev داکیومنت مفصلی داره و همه این ایده ها رو اونجا خیلی دیگه همراه با کد و اینها هستش. من فکر میکنم حالا خیلی موضوع جلسه امروزمون نباشه. موافقم. خب میخوایم بریم سراغ دوستان ببینیم نظرشون چی بوده. میخوام صدای من هست؟ بله هست. بله. وقتتون بخیر، خسته نباشید. توضیحتون جالب بود. کلا ایده این مقاله به نظرم جالب بود، ولی حالا نکته ای که نظر منو به خودش جلب کرد این بود که ما میان یه سری چالش ها رو از زمان دیپلوی جدا میکنیم، ولی همه اونا رو یک جا توی حالا اون ران تایم داریمشون، یعنی چالش هایی که به مرور توی زمان دیولپمون باش مواجه می شدیم و همه رو یه جا باید توی ران تایم اینا رو پاسخگو باشیم و به اصطلاح باره رو به نظر من میندازیمش رو دوش اون ران تایمه. حالا این نظر من بود. آره ببینید اون ران تایمه خیلی، حالا اینطور که این دوستان دارن میگن و به نظر میرسه دارن روی این وجهش کار میکنن،
اینی که به صورت هوشمند بلد پروتکل انتخاب بکنه، بلد در مورد مثلا کولوکیتد کردن سرویس ها یا ریپلیکیت کردن بعضی سرویس ها یا در مورد ریستارت کردن سرویس ها تصمیم بگیره. اون ابزار مفصلیه و یا مثلا اون بلد به راحتی اینو ببره روی گوگل کلاود یا روی کوبر برام ریلیز بکنه. ولی حسنش اینه که به هر حال چون جزئیات این موضوع از دید دیولپر پنهانه و اون کانفیگوریشن ها تو کد نرفته، اون ابزار به راحتی میتونه با این کانفیگا بازی بکنه و بهترین تصمیم رو بگیره و بهترین نوع توزیع اپلیکیشن ها رو یا سرویس ها رو برامون فراهم بکنه. محمد رضا هم دستشو بالا کرد. سلام، صدای من دادی؟ بله. خیلی ممنون از آقای دلپاک و آقای نامدار بابت وقتی گذاشتیم و این دموی ارزشمند رو ارائه کردیم. من مقاله رو خوندم، خیلی مقاله جالبی بود. از دیدگاه یه برنامه‌نویس می‌خواستم یه چند تا نکته رو بگم، ولی خب حالا شروع کنم از مهمترینش میگم. یکی از دلایلی که یعنی در واقع فلسفه ماکرو سرویس این بود که تیم‌ها بتونن به صورت ایندیویدوالی ورک در واقع روی قسمت‌های مختلف یه اپلیکیشن کار بکنن و خیلی گیر همدیگه نباشن، یعنی بتونن با همدیگه در واقع بتونن هر کدوم به صورت مستقل ریلیزهای خودشون رو بدن، پایپلاین خودشون داشته باشن و در واقع اون کامپوننت خودشون رو گسترش بدن. و خیلی وقتا هستش که اصلا تیم ها با یه زبان یا تکنولوژیایی کار میکنن که بقیه تیم ها خیلی با اون نمیتونن توی یه سولوشن در واقع کنار هم دیگه کار بکنن. خب اینجا احساس میکنم که خیلی مقاله روی این موضوع فوکوس نکرد و خب این خودش یه چالشه. یعنی توی شرکت که ما کار میکنیم همش تیم ها دنبال اینن که چطوری میتونن یه راهی رو پیدا کنن که از دست هم دیگه خلاص بشن و به طور مستقل در واقع کارشون رو پیش برن، که یه جورایی در تضاد با این چیزی که توی این مقاله بهش اشاره شد. حالا اینم نظر من بود، خواستم بهش اشاره بکنم. خیلی ممنون. متشکرم. محمد عزیز، بعدش آقای تهرانی. محمد جان میکروفون برای شماست. قطع میکنم میکروفون. خب آقای تهرانی. سلام خدمت دوستان عزیز. ما هولوش تقریبا فکر کنم یک سال و نیم پیش بود با آقای حکایتی که الان حضور دارن، حالا من مقدمه‌شو میگم، اگه ایشون خودش صلاح دونست ادامه‌شو بگه. خیلی مباحث جالبی داشتیم تو همین زمینه. یکی از مباحثی که حالا اینجا دیدم شبیهش بود، یکی بحث ایموتیبل اینفراستراکچرها بود و از اون مهمتر حالا بحث ناظر درونی که خیلی از این مشکلات رو به نحوی شاید حتی بگم بهتر میتونه پوشش بده. حالا باز یکم توضیحاتش طولانی، خود ایشون توضیح بده به نظرم خیلی بهتره. و همچنین بحث یونیکرنل ها. متشکرم. این دوستمون که فرمودین اگر که دوست دارن میتونن دستشون بالا کنن و نوبتشون که شد صحبت کنن. آقای وحدتی بفرمایید. خب آقای وحدتی میکروفون برای شماست. آقای رمضانی، یوسف رمضانی، شما بفرمایید. سلام عرض کنم خدمت آقای دلپاک، شما آقای نامدار و بقیه بچه‌ها. یه بحثی هست، من اینو نفهمیدم که این ران تایمه چجوری میخواد اینا رو هندل بکنه. مثلا ما توی دیولوب
خب اون فضای آدرس دهی، اون کد پروسس ها، اون ترد ها و حالا یک سری مسائلی از این جنس داریم که مثلا من با این فرض که دارم توی یک پروسس قرار هست برنامه اجرا بشه یا اینکه توی چند تا ماشین اجرا بشه، خب اینجا تصمیم گیری من تاثیر میذاره دیگه و روی کد نویسی من تاثیر میذاره. مثلا من با یه کلاس استاتیکی میام حالا یه سری گلوبال استیت های تعریف میکنم و خیلی راحت اینا رو خب هندل میکنم. یا مثلا یه جایی رو میخوام مثلا لاک بکنم، اون بحث سمافور و این چیزها، خب این لاک اگه توی یه پروسس باشه یه جور هندل میشه، ولی خب توی چند تا ماشین باشه یه جور دیگه. و خب اینا هم توی کد نویسی هستش دیگه و خب صرفا اون بحث کامیونیکیت کردن کامپوننت ها نیست، یعنی یه سری مسائل از این جنس هم داریم. اینها رو حالا چیزی براش دیدن نمیدونم، اینو حالا باید بره آدم سورسش رو بخونه، ولی خب این چیزیه که دیولپر تصمیم میگیره، یعنی خیلی توی کد هست. نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم یا سلام یوسف. آره ببین من حس میکنم که تمام این نکاتی که گفتی تو حوزه یک کامپوننت معنی داره. ما وقتی مثلا کامپوننت انبار می‌نویسیم یا حالا هر کامپوننت دیگه فرضاً، خب به هر حال لاجیک ما تو اون محدوده است دیگه و همین چیزهایی که گفتی تو اون کامپوننت نهایتاً محصور در اون کامپوننته و خب این کامپوننت هم که قراره بره روی یک حالا هاستی اجرا بشه، حالا یا کولوکیت بشه یا روی ماشین های متعددی اجرا بشه. حالا فرض کنید ما یه ماکرو سرویس داریم. این کامپوننت چیه؟ این شبیه همون ماکرو سرویسی که ما داشتیم می‌نوشتیم. یعنی موقع نوشتن این ماکرو سرویس هر جور که کد می‌نوشتیم اینم همون جوره، ولی دیگه نیومدیم باینری رو از همون روز اول جدا بکنیم. همه مسائلی که گفتی درسته سر جاشه، ولی من سوالم اینه همه این مسائل وقتی داریم یک سرویس سینگل می‌نویسیم، یک ماکرو سرویس می‌نویسیم، یک مثلا سرویس انبار می‌نویسیم، داریم چیکار می‌کنیم؟ اونا سر جای خودشون هیچ تغییری نمی‌کنه. منتها همه اون کدها الان جابجا میشه، میاد در دل یک کامپوننت میشینه و نهایتا یک ماژورال مونولیتی داریم که کامپوننت ها کنار هم دیگه کار میکنن. من میخوام بگم اون نگرانی که تو داری یا حس میکنم بهش فکر میکنی، همون موضوع رو موقع نوشتن ماکرو سرویس ها هم وجود داشته و الان هم وجود داره، تغییر نکرده. خب آقا یا خانم دعاتخواه دستشون رو بالا کردن، شما بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر باشه. عذرخواهی میکنم من اگه اسمش تو هست دولتخواه. من یه نکته بگم در مورد این نکته که دوست عزیزم توی وایس قبلش اشاره کردن در مورد بحث، حالا اشاره این شد که بحث ترید سیف بودن توی اینکه بخواد مثلا ترید چند تا پردازش روی یه اینستنس یا روی نود اتفاق بیفته روی چند تا نود. من با ایشون موافقم، یعنی بحث ریس کاندیشن رو اگه بخوایم یا بحث کانکرنسی رو بخوایم بهش یه مقدار نگاه کنیم رو نگاه مونولیت یا میکرو سرویس، این مقداری ممکنه که تکنیک ها متفاوت بشه. این یک نکته هست که اثر میذاره، یعنی سناریو کاملا تغییر خواهد کرد. ولی یه چیزی که حالا من فکر میکنم، حالا شاید من توی صحبت‌های آقای مهندس پاکتل متوجه نشدم یا نشیدم، یکی بحث امنیت و ساختارهای سکیوریتی توی میکرو سرویس هست که و اون بحث در یه بخشش هم هست، بخش الزاما صرفا نمیشه بحث تک، یعنی خارج از فضای کد میشه، شاید یه بخش کلابریت کردن تیم ها میشود توی اون معماری میکرو سرویس. اینا بنفیت های میده که خب یه مقداری اینجا تعیین کننده میشه برای تعیین معماری. بله پیچیدگی های می آورد، ولی نکته اینه که
خب تو بحث امنیت حالا چیزی که به نظر من میاد این که ما در حقیقت کامپوننت ها رفتارهای کامپوننت، یعنی یا بگم اون مجموعاً اون بیزنس رول هایی که داریم، ساید افکت هایی که رو هم میذارن، اینها اگه در قالب یه پروژه مونولیت باشن چطور میتونن در حقیقت زمینه ساز یه زمینه رو، یه فضایی رو فراهم بکنن که اگر یک موقع به ماشین من حمله اتفاق افتاد تا کجا من میتونم این رو ایمن سازی بکنم، یا تا کجا میتونه نفوذ اتفاق بیفتد، یا اینکه اگر این معماری میکرو سرویس باشد تا چه لایه‌ای میتونه این نفوذ اتفاق بیفته. و من ماشین های دیگه میتونه سناریوی خاص خودش رو داشته باشه. ماشین که دارم میگم مشخصا در حقیقت فضاهایی که سرویس های دیگر من اونجا رانه، یعنی میکرو سرویس های دیگر من اونجا ران هستن و یه دیستریبیوتر اتفاق افتاده که هم در لاجیکال و هم در حقیقت فضای فیزیکالی که عملا یه محدودیت‌های بانجیایی داره که شاید اونا خودش فی نفسه موجب ایمن کردن و موجب قطع یه دسترسی‌ها بشه. یکی این نکته که بحث اون کلابریت کردن تیم ها هستش که من فکر میکنم اونقدر بنفیت داره. حالا دوستان تو صحبت‌های قبل خودشون هم بهش اشاره کردن که تو همین صحبت امروز که مزایای خودش داره. این هم من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم و ممنون از ارائه مناسب. متشکرم. ممنونم. آقای عادل وحدتی شما بفرمایید. اگر ایشون نیستن محمد جان شما بفرمایید. خب آقای آقایی مسعود عزیز. سپر جان سلام، مرسی ازت، ممنون از رولا عزیز به خاطر شیر کردن و توضیح خوبی که به مقاله داشتن. من یه نکته‌ای در حین خوندن مقاله به ذهنم رسید حالا و اینکه یه مقداری من این ساختاری که پیشنهاد شده بود توی این فضای حالا این ابزار جدید و این مقاله رو بچه‌های حالا احتمالاً جاوایی مثل خودت سپر شاید خیلی آشناتر باشن، یه مقداری یاد OSGI افتادم که خب در واقع سالی که پروپوز شده اصلا OSGI برمیگرده به 1999، یعنی خیلی قبل‌تر از این داستان ها. و توی ذهنم در واقع داشتم به این ترند فکر میکردم که در واقع یه سری یه مکتب حالا فکری ذهنی، حالا چون نگاه کنیم این ترندیه که توی مکاتب فکری و ادبی و جای دیگه هم میتونیم مشابهش رو ببینیم. یه فلسفه ای از حالا اینجا برای ما فلسفه توسعه نرم افزار، این که حالا یه تایم طولانی آدما با فضای مونولیت و در واقع اپلیکیشن های سینگل باینری و اینها کار میکردن، مشکلاتش رو دیدن، درگیر شدن و با یه حجم یه موج سنگینی رفتن سمت مایکرو سرویس ها حالا و الان توی نقطه‌ای هستن که خب حس میکنن که شاید حتی زیاده روی کردن و باید یه خود برگردن در عقب یه جایی و یه مرزی بینابین اینجا پیدا بکنن. حس میکنم این پترن رو اگر در طول حالا خارج از حتی دنیای سافت‌ور در طول تاریخ ببینیم توی مکتب‌های فکری هم خیلی اتفاق افتاده و یه چیز طبیعی هم هست. بالاخره وقتی آدم یه چیزی خسته میشه، یه گروهی یه آدمی یه فاصله خیلی زیادی ازش میگیره، ولی اون فاصله زیاد یه موقعی میونه که اینقدی هم نیاز نبوده که دور بشه از این و الان دنبال سولوشن‌های بینابینی میگردن. حقیقتا من خیلی دوست داشتم خود پیشنهاد مقاله رو، اینکه این حالا با این تولینگ این کار رو ساده تر میکنه و اینکه واقعا من الان توی کمپانی که هستم حالا اینجا داخل هلند بچه‌ها ما یه تیم 4-5 نفره هستیم از دیولپرها و داریم خب نزدیک 6 تا دونه مایکرو سرویس
ریپوزیتوری جدا رو منیج میکنیم و تمام این اورهدایی که اول مقاله بهش اشاره شده بود و قشنگ توی دیلی لایفمون میتونیم حس کنیم. و یک همین میخواستم این دید رو هم اضافه بکنم که آره این یه چیزیه که شاید الان یه مقداری کل کامیونیتی، کل حالا فضای توسعه داره یه بالانس ایجاد میکنه بین این مایگریشنی که انجام شد تو این سالهای اخیر و همینطور حالا این که بچه‌هایی که حالا مقدار جوابایی هستن شاید جالب باشه براشون که قطعا حالا بچه‌ها بیشتر از من هم اطلاع دارن OSGI رو یه بررسی بکنن و الان مثلا ابزارهایی مثل آپاچی کاراف که خب دارن در واقع زیر ساخت برای همچین ابزاری مشابه حالا یه مقداری نه به این قدرتی که توی این ابزاری که گوگل معرفی کرده فراهم میکنن، اون هم شاید بتونه یه آپشنی باشه، یه ابزاری باشه برای اینکه بچه‌ها بتونن اینسایت بیشتری بگیرن. مرسی، همین، نمیخوام بیشتر از یه وقت. ممنون مسعود جان، خیلی ممنون از صحبتات. آقای وحدتی چون نمیتونن میکروفونشون رو باز کنن، من سوالشون رو میخونم. نوشتن چند تا موضوع هست. این رویکرد مشابه رویکرد مدل ببخشید من تیم داری سخت میخوام مدل رانه هست، با این تفاوت که مدل های سطح وابسته به بستر در زمان ران تایم تولید خواهد شد. نکته سمانتیک دوم این که الان مایکروسافت بحث رو مطرح کرده. خب این مسئله رو میتوان به این هسته بسپاریم که کرنل هست. ببخشید من چون انگلیسی و فارسی قاطیه این کلمات جابجا میشه و من شاید درست نتونستم بخونم، بازم معذرت میخوام. آقای دولتخواه شما بفرمایید. خیلی متشکرم. ببخشید که من مجدد وایس رو گرفتم. یه نکته در مورد ورژنینگ میخواستم بگم، حالا مهندس بهش اشاره کردن اونجا توی حالا مقاله من احساس کنم درست اشاره نشد. ببینید حالا تجربه‌ای که خودم هم دارم تو بحث ماکرو سرویس، بحث ورژنینگ تا حدودی یه جایی میتونه اصلا هم هندل کردنش خیلی راحت تره پر ماژول یا اون کامپوننت هایی که در کنار هم قرار میگیرن و شما خیلی راحت تر میتونید اونها رو منیج بکنی، ورژنینگ رو توشون رعایت بکنی و در حقیقت رو بحث دیپلویمنتشون متمرکز بشی. و یکی اینکه خب حالا اگر به هر دلیلی اگر کدی حالا بعد از فرایند توسعه دیپلوی شد و اگر اتفاقی براش افتاد، در حقیقت اون کراس کاتینگی که میتونه روی سولوشن داشته باشه به مراتب، حالا این که میگم تجربه شخصی، به مراتب خیلی کمتره تا اینی که ما این بحث ورژنینگ رو که میتونه بسیار کمک کننده باشه از لایه محصول تا لایه تک روی پروژه مونولیت. اینم من لازم دونستم که نکتهش رو بگم و خب چون تو اینجا من احساس کردم که خیلی اون چیزی که تو ذهن من بود دریافت نکردم از اون فحوای مقاله و اینها، یا حداقل اینجوری به اون شکلش پرداخته نشد. ممنونم بابت فرصت. ممنون از شما. محمد جان شما اگر مشکلت سلام صدای من اوکیه؟ بله. من به نظرم مقاله یه خورده گنگ توضیح داد یا یه خورده کمی، اون کمیت واقعا و کیفیت به هم نمیخوند، ولی مسئله اصلی که به نظرم دربارش داره صحبت میکنه این ماژولاری، این اپلیکیشن مونولیتیکی که به صورت ماژولار نوشته میشه در نهایت به صورت سرورلس میخواد بره اینو رو دیپلوی کنه. تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداره، اما مسئله اینه که این پشتش چجوری میخواد این کار رو انجام بده به نظرم میتونه مهم باشه. چون بعضی موقع‌ها مثلا میگم اگه قرار تو کوبرنتیس بره دیپلویمنت رو انجام بده، من دوست ندارم اپلیکیشنم بره بغل یه اپلیکیشنی بشینه که اون هم مثلا مموری هانگریه، اون هم مموری بالایی مصرف میکنه. پس جایی که در دیپلوی میشه واسه من مهمه. علیرغم اینکه ریسورس دارم، یعنی هر دوتاشون مموری های خیلی خوبی دارم، مثلا 100 گیگ مموری دارم، این قراره 60-70 گیگ مصرف کنه، اون یکی مثلا 20 گیگ مصرف کنه. اما مسئله اینه که این هر دوتا ریسورس هانگری ان و نمیخوام کنار هم بشینه.
اگه در میره رو کوبر اینو دیپلوی میکنه و به صورت سرورلسه، یک سری سناریوهای دیگه هم نیازه که مثلا افینیتی یا آنتی افینیتی یا تینت و تولرنت براش در نظر بگیریم. ولی میگم تو این مقاله خیلی کلی گفته شد این مباحث. درک کلی من از این مقاله این تیپی شد که قرار یک مونولیتیکی به صورت ماژولار نوشته بشه، دیپلویمنت هاشو خودش مدیریت کنه و یه سری کارا رو موقعی بیلد بیاد انجام بده. ولی خیلی کلیه این مباحث، یعنی به نظرم شرکت هایی که، یعنی این تو همه زبان‌ها هم هست دیگه، یعنی اینکه من یه مونولیتیکی رو به صورت ماژولار تو بیام بسازمش، بعد دیپلویمنت های مستقلی رو ازش در بیارم، تقریبا تو همه زبان‌ها اینو داریم، یعنی تا اینجا کار جدیدی صورت نگرفته. ولی اینکه اومده اینا رو منسجم کرده و چه کاری در اون پشت انجام میده و چه ارزش افزوده‌ای رو واقعا میخواد انجام بده، این به نظرم خیلی مهمه. حالا اگه کسی روش کاری کرده یا بحثی داشته خوشحال میشم بشنوم. همین، دمتون گرم. خیلی ممنون محمد جان. دوستان 4 دقیقه بیشتر زمان نداریم. من خودم یک سوالی داشتم و آقای حامدم یه همچین سوال شبیهی مطرح کردن. اگه موافقین من با این سوال جلسه رو تمام کنم. روز جان، در مورد دیتا چیزی گفته نشد. یعنی ببین، اوکی، ما نرم افزارمون رو میتونیم به ماژول‌های مختلف تبدیل کنیم و میتونیم حتی مثلا تیم ها رو هم اینجوری جدا کنیم، بگیم آقا من یه ماژول دارم فلان تیم فقط روی این ماژول کار کنه. دیتابیس رو میخوایم چی کار کنیم؟ دیتابیس رو چجوری ماژول بندی کنیم؟ مثلا نمیتونیم مثلا بگیم چند تا تیم فقط با یه سری تیبل کار کنن. موضوع دیتابیس موضوع جالبیه که تو مقاله‌ام خیلی باز نکرده و من فکر میکنم اگر خود سرویس ویبره رو ببینیم و اون سمپلی که توی گیتاب گذاشته اونجا بهتر دستم میاد. حالا چون من استکم گو نیست نتونستم این رو خیلی تحلیل درستی بکنم، ولی به نظر میرسه که اگر مثلا برای جای کار داره دیگه، اگر دوستان این سرویس ویبره رو ببینن، ابزارش رو ببینن، حالا به خصوص اونایی که توی استک کار کردن چون پاسخ دقیق‌تری داشته باشم. ولی تو خود متن مقاله اشاره واضحی به موضوع دیتابیس نکرده. درسته، موافقم باهات. رادشان، اگر موافقی جلسه رو تمومش کنیم. اگر دوست داری خواهش میکنم. دوست داری جمعش. آره خالد، ممنون از بچه‌هایی که سوال مطرح کردن، ایده‌هاشون مطرح کردن. من دوست دارم این گفتگو ادامه پیدا کنه توی همون گروه انجمن دیدی اونجا. به نظرم این بحث رو باز نگه داریم، گپ بزنیم در موردش. باز اگر دوستان تجربه دارن اضافه بکنن بهش. و در کل من فکر میکنم که حاصل این گفتگوها و این تفاوت آرا و به چالش کشیدن آرای هم دیگه نهایتاً پیدا کردن یه راه میانه‌ای که اونجا میریم و زیستمون راحت‌تر میشه و توسعه راحت‌تر میشه و سازمان‌ها هم نهایتاً خوشحال‌تر خواهند بود. ولی خب گویا این پرچم این راه فعلا دست این به هر حال محققین و بچه‌ای هستش که دارن توی شرکت‌های به هر حال تراز اول دنیا دارن کار میکنن، ایده ها رو میبرن، آزمایش میکنن، نتایجش رو دوباره با ما شیر میکنن. من فکر میکنم سرویس ویبر رو باید جدی گرفت، باید فکر میکنم این ایده رو باید جدی گرفت و سرسری، حداقل من خودم سرسری ازش کنار رد نمیشم و واقعا برای من که خیلی آموزنده بود و واقعا در پیش‌فرض‌های اولیه‌ام خودش تو مقاله‌ام یه جایی میگه دیولپرها فکر میکنن که این طبیعیه دیگه، خب مایکرو سرویس همینه دیگه و باید کاستش رو بپذیریم و کارش نمیشه کرد. خیلی جالب بود که اینو خودشون توی مقاله اشاره کردن. خیلی از ما فکر میکنم تو همین استیتیم فکر میکنیم که مایکرو سرویس همینه، پس باید بسازیم و بسازیم. ولی خب این دوستان میگن که بیاین یه بار دیگه نگاه کنیم به پیش‌فرض‌های اولیه‌مون، ببینیم اون چیزی که فکر میکردیم ارزش مایکرو سرویس واقعا محقق شده یا نه، که میگیم نشده، پس بیا بریم یه کار دیگه بکنیم. دارن در مورد این کار دیگه صحبت میکنن. خیلی ممنون که گوش دادین، خیلی ممنون که تشریف آوردین، خیلی خوشحال شدم. همین. ممنون از همه. منم از طرف خودم تشکر میکنم. یه لینکی هم من شیر کردم از صحبت‌های رولا در مورد اینکه اصلا مایکرو سرویس چی هست،
لینک توی چت هست، اگه دوست داشتین میتونین روی کانال یوتیوب ما برین نگاه کنین. این ویدیو هم من ضبطش کردم توی تمام کانال‌های، توی تمام شبکه‌های اجتماعیمون به زودی